سالاد. سالاد اولویه درست میکنیم. Yes of course. به این شکل. به این ترتیب. بهترین سالاد اولویه جهان. اصلا یادتون باشه هویجا رو رنده کنید و بریزید بچه‌ها. خب همین یه دقیقه صبر کن تا نفر من بکنم. صبر کن. مرغا رو میخوایم بشکونیمشون عزیزان. گلم اینجوری تخم مرغا رو ها رو رنده میکنم. یومورتا؟ یس. یومورتاهای زیبا. بس یه بار گفتم یومورتا. چی میگی؟ میخوایم سس بریزیم بچه‌ها. سس بر ولش کن. مرغایی که مرده بودن و ما چون پولش رو نداریم از جو پیدا کردیم. پس آره دیگه اینجوری و اینجوری. خیلی زیاد. بیا یکم پوست بکن بابا. شما باید خیار شورها رو من می‌ریزید. ببخشید خیار سرکه‌ای. بله. رو می‌ریزیم داخل سلاتمون. بلاسی. یه 2 تا چای بریز. برای ببینیم بابا. اینو باید با همزن هم بزنی. همزن چونه شما بزنه. نه خیرم بفرهم میخوام. ببینم بابا. ما اینو با خب سس سعی کنید سستون کم چرب باشه بچه‌ها. نه کم چرب چیز مزخرف یا پرچرب بگیرید عشق کنید. خب پس چرا کم چرب خریدی؟ چون یکم اضافه وزن داری. باید کم چرب. اضافه وزن داری. امیر جان عزیزم اینو بلیس. و تمام. وای چی شدش؟